هر کسی برای خودش رازا و حقایق پنهانی داره که کمتر کسی از اونا باخبره. اما رازای بازیگرای معروف ترکیه چی میتونه باشه؟ من که خیلی کنجکاوم اینو بدونم. شما چطور؟ اگه شما هم مثل من کنجکاوین پس زود روی دکمه عضویت کانال لنز بزنید و این ویدیو رو به هیچ وجه از دست ندید. شماره 1. بوراک اوزچیویت. راز عکسای مچاله بوراک و ستاره که از زباله‌ها متولد شد. حتما شما هم از شنیدن این جمله از تعجب شاخ در آوردین. جونم براتون بگه که جریان از این قراره که پدر بوراک بیخبر از اون عکساشو برای مسابقه بهترین مدل ترکیه ارسال میکنه. اما کمیته انتخاب عکس اونا رو مچاله میکنه و دور میندازه. تو آخرین لحظه هاست که عکسای مچاله شده بوراک توی سطل زباله توجه برگزار کننده ها رو به خودش جلب میکنه. بله، برگزار کننده ها عکسای مچاله رو دیدن و پسندیدن و یه جورایی میشه گفت بخت بوراک از این رو به اون رو شد. شماره 2. هاند ارچل. رابطه داشتن یا نداشتن؟ مسئله اینه. یکی از اون رازایی که خیلیا سراپاکوش منتظر فاش شدنشن راز رابطه داشتن هانده با کرمه. یکی نیست بهشون بگه بابا اگه با هم نیستین پس این ژستا و نگاه‌های عاشقانه چیه؟ اگه با همین خب بگین و دل هواداراتون رو شاد کنین دیگه. شما چی حدس میزنید؟ شماره 3. جان یامان. جان یامان هم واسه خودش رازا و حقایقی داره، اما نه که فکر کنین تو زمینه عشق و عاشقی و این حرفا که اصلاً تو این فازا نیست. فکرشو میکردید جان با این قد و هیکل خفن با مشکل لباس خریدن روبرو باشه؟ بله، سایز پای جان 46 و اون همیشه به سختی کفش پیدا میکنه. اما علاوه بر کفش به خاطر شونه های پهنشم همیشه با خرید کت و لباس مشکل داره. آی بسوز پدر خوش‌هیکلی. شماره 4. نسلیان آتاگول. میدونستین که نسلیان از وقتی که مشهور شده پدرش رو ترک کرده و حتی پدرش به خاطر سهلنگاری و بی‌توجهی نسلیان و خانواده‌اش فوت شده؟ خیلی هم میگن نسلیان از شغل پدرش خجالت میکشیده و خیلی هم معتقدن شهرت باعث بی‌معرفت شدن نسلیان شده. اما با همه این حرفا هنوزم که هنوزه دلیل واقعی بی‌توجهی نسلیان به پدرش یه راز باقی مونده. به نظرتون چی میتونه باعث شه که آدم با عزیزش اینطور برخوردی داشته باشه و اونو فراموش کنه؟ شماره 5. مریم اوزلی. مریم اوزلی زیبا یه دختر کوچولوی 7 ساله به اسم لارا داره که اونو به تنهایی بزرگ کرده. اما با همه سختی‌هایی که کشید دوباره باردار شد و بالاخره انتظار اون و لارا کوچولو به پایان رسید و اونا با هم تولد این عضو جدید خانواده رو جشن گرفتن. اما پدر این نوزاد کیه؟ کسی میدونه؟ مریم اسم این پدر آمریکایی رو عین یه راز از همه پنهون کرده. شماره 6. الچین سانگو. میخوام یه راز درگوشی بگم بهتون، اونم از کی؟ الچین دوست داشتنی که شاید تا حالا جایی نشنیده باشین. باورتون میشه الچین از بیکینی پوشیدن میترسه؟ تا جایی که از ترسش تابستونا نه بدروم میره نه چشمه که نکنه یه وقت خبرنگارای همیشه در صحنه با بیکینی از اون عکس بگیرن و اونو همه جا پخش کنن. در ادامه ویدیو میخوام براتون یه چیزایی از کرم بورسین و دمت اوزدمیر و ادایجه بگم که تا حالا نشنیدین. پس عضو کانال لنز بشین و این ویدیو رو تا آخرش ببینید. شماره 7. کرم بورسین. شاید شنیده باشین که کرم مشروب نمیخوره، اما تا حالا به این فکر کردین که راز این تصمیمش چیه؟ پس بذاریم براتون این رازو که برمیگرده به سالهای پیش فاش کنم. وقتی کرم توی آمریکا دانشجو بوده با یه دختر به اسم الی در ارتباط بوده.
الی اونو به یه مهمونی خانوادگی با حضور پدر و مادر و کل فامیلش دعوت میکنه که ای کاش دعوت نمیکرد. نگم براتون از خرابکاری کرم، از اونا اصرار که کرم مشروب بخور، از کرم انکار. کرم آخرش تسلیم شد و خوردنش همانا و لخ شدنش و پریدن تو استخرش همان. دیگه خودتون تا تهشو بخونین که توی خونه اون دختر بیچاره اون شب چه رسوایی هایی که به بار نیاورد و اینجوری شد که دیگه مشروب خوردن و واسه همیشه کنار گذاشت. شماره 8. دمت أزدمیر. اگه از ترس دمت از فضای بسته بگذرید، اون از هیچ چیز دیگه نمیترسه بجز موش. بله، وقتی حرف موش بیاد وسط همه چی برای دمت تغییر میکنه. یعنی 2 پا دار و 2 پای دیگه هم قرض میگیره و فرار. خدایی میدونستین دمت انقدر از موش میترسه؟ شماره 9. ادای جب. میدونستین ادای مهربون 2 تا خواهر بزرگتر از خودش داره؟ اما کی میتونه فکرشو کنه که ادا و خواهراشم مثل بقیه خواهرها همیشه سر لباس همدیگر رو پوشیدن درگیر بودن. از شانس ادا اون با اینکه کوچیک‌تر بوده اما سایزش با خواهراش یکی بوده و واسه خودش با لباسای اونا عشق میکرده. لباسای اونا رو یواشکی میپوشیده و حتی گاهی قایم میکرده. اونا هم هر دفعه درگیر با ادا که چرا این کارو میکنی؟ اصلا این یه معضل جهانی بین خواهرها، اینطور نیست؟ بازم یه راز دیگه از ادای جب. ادا یه خالکوبی روی بدنش داره. البته نه که فکر کنین الان چه طرح خفنیه ها. اون چیزی نیست جز عدد 3. اما راز این عدد چی میتونه باشه؟ درسته، عدد 3 عدد شانس و مورد علاقه اداست. اون بچه 3 خانواده است، حتی پلاک خونش هم همینه. اما این یه طرف قضیه است. ادا برای زدن خالکوبی از ترکیه تا لندن میره. 6 ماه هم تو نوبت میمونه. اما وقتش که میرسه به خاطر ترس از بین اون همه طرح خفن، تنها طرح کوچولویی که به ذهنش میاد همین عدد 3 بوده. شماره 11. کنان امیرزالی اغلو. کنان این بازیگر مردمی و محبوب همیشه دست تو کارهای خیر داره، اما کجا و چطوری این یه رازه. چون اون همیشه همه تلاش خودشو کرده که کارهای خیرشو پنهونی و به دور از چشم بقیه انجام بده. البته اگه خبرنگارا بذارن. شماره 12. اسماعیل اگشاشماز. آسانسور تا الان شاید چه رازه سر به مهری که نبوده، اما جریان اسماعیل هم به نوبه خودش جالبه. تا حالا میدونستین پسر دوست داشتنی سریال در انتظار آفتاب چطوری کشف شده؟ اسماعیل اهل مانیسای ترکیه است. حالا فکرشو کنید که از مانیسا تا استانبول کوبیده اومده تا توی یه آژانس بازیگری ثبت نام کنه. اما درست وقتی که انتظارشو نداشت توی یه آسانسور بخت بهش رو کرد و مدیر کل شبکه تلویزیونی بی خبر از همه جا همزمان با اون سوار آسانسور شد و اونو دید و پسندید و بهش پیشنهاد بازیگری داد. به همین راحتی. شماره 13. فرح زینب عبدالله. شاید تا حالا راز عشق‌های افسانه نسل در نسل خانواده فرح رو نشنیده باشین. از پدر بزرگش بگیر که مادر بزرگشو که در حال غرق شدن تو دریا بوده نجات میده و از همونجا عشقشون شروع میشه تا پدرش که یه تصادف اونو با همسرش آشنا میکنه. در واقع مادر 17 ساله فرح ماشین باباشو بی اجازه بر میداره و با یه ماشین دیگه تصادف میکنه. صاحب اون ماشین هم به مادر فرح پیشنهاد کار توی شرکتشو میده تا خسارتی که به ماشینشو زده رو پس بده. اما استخدام شدنش همانه و پیدا کردن مرد زندگیش توی اون شرکت همان. فکر میکنم راز این رابطه‌های کوتاه فرح رو کشف کردیم. احتمالاً اونم میخواد انقدر از این رابطه به اون رابطه بپره تا یه عشق افسانه‌ای رو کشف کنه. راستی اینو میدونستین که پدر فرح به خاطر علاقه زیادش به فرح پهلوی اسم دخترشو از روی اسم اون برداشته؟
شماره 14. برج و بیرجیک. اصلا فکرشم میکردین این دختر ظریف و خوشگل عاشق فحش دادن باشه؟ بله، برجو خانوم عاشق این کاره و معتقده خیلی انرژی خوبی داره. البته هم زمانبندی فحش دادن مهمه، هم رعایت کردن یه سری قانون توی اون. اون میگه باید بدونی به هر کسی چی بگی و چطور بگی و اگه این قانونا رو بلدی فحشتو بده و حالشو ببر. به نظر شما حق با برجوه؟ شماره 15. باریش کلیچ. بعضی مسائل انقدر ناراحت کنندن که آدم ترجیح میده اونا رو عین یه راز نگه داره، مثل راز باریش. هر کسی واسه خرج کردن اولین درآمدش 1000 تا نقشه میکشه، اما باریش یه جوری اونو خرج کرده که یادآوریش همیشه براش ناراحت کننده است. بله، اون برای مادرش که یه زن سیگاری بوده سیگار خریده و این باعث شده که همیشه با یادآوریش احساس گناه و ناراحتی کنه. خب بگید ببینم، اصلا فکرشو میکردین که بازیگرای معروف اینطور رازای عجیب غریبی داشته باشن؟ از شنیدن کدومش از همه بیشتر تعجب کردین؟ نظراتتون رو برای ما بنویسید و دنبال کردن کانال لنز رو فراموش نکنید.